آیا خوابیدن در حالت جنابت جایز است؟ بله جایز است اگر طهارت بگیرد. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم از او پرسیده شد که آیا یکی از ما می تواند در حالت جنابت بخوابد؟ فرمودند بله اگر طهارت گیرد. آیا بیرون برآمدن در حالت جنابت جایز است؟ بله جایز است، اما علما این را مکروه گفتند. آیا خواندن قرآن در حالت جنابت جایز است؟ در این مسئله دو قول علما وجود دارد. قول اول این قول جمهور است، فرمودند که بر منع آن، بر عدم اجازه آن، اما قول دوم بر جایز بودن آن. این مذهب ظاهریه و قول بعضی از سلف است که آن را بخاری و تبری و ابن منذر و شوکانی انتخاب کردند. آیا غسل از جنابت جایگزین طهارت شده می تواند؟ بله، اگر نیتی پیشکی داشته باشد برای انسان می تواند با غسلش عبارت طهارت بگیرد. چون از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که گفته است چی چیز فراگیرتر از طهارت است؟ گفتند غسل. و ثابت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد نماز مردی را دید که نماز نخوانده بود. از او پرسید چرا نماز نمیخوانی؟ گفت ای رسول الله من در حالت جنابت هستم، من جنوب شدم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که آب بیاورند. سپس به او امر کرد که آن را بر خود ریزد، بر بالای خود ریزد، نه که غسل نماید، و او را بر طهارت کردن امر نکردند. اگر شخص صبح را در حالت جنابت دریابد آیا روزه‌اش درست است یا نه؟ بله روزه‌اش درست است. و گفته حضرت عایشه رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم صبح را در حالت جنابت، یعنی که از جما نه در حالت احتلام، دریافت و روزه‌اش را ادامه میداد، یعنی که روزه‌اش کامل صحیح و درست. آیا غسل از جنابت به شستن موی درست است؟ نه، به هیچ وجه شستن تمام بدن بدون موی، بدون موی سر ناجایز و غلط است و غسل انسان باطل حسابیده می شود. چون شرط شستن و پاک شدن از جنابت این تمام بدن را با آب ریختن است. آیا برای زن هنگام غسل از جنابت گشادن مویهای بفته‌اش لازم است و این شرط است؟ نه، این لازم و شرط نیست. اما هنگام غسل بعد از حیض یا که نفاس باید مویهای بفته خود را گشوده نماید. اگر زن در حالت حیض باشد و در این حالت در جنابت هم اگر بیفتد آیا غسل برای او واجب است؟ نه، در این حالت برای او غسل کردن ضرورت ندارد اگر در حالت جنابت باشد. حکم مزمزه و استنشاق در غسل جنابت چیست؟ این امر مستحب است. امر مستحب است، نه که در حالت جنابت مدمده و استنشاق کردن در بدون دهان آب گرفتن امر بر مستحب است. آیا غسل جنابت از مرد و زن فرق میکند؟ نه، غسل جنابت بر مرد و زن یکسان است، یک گونه غسل مینمایند. اگر هنگام غسل از جنابت باد یعنی گاز برآید آیا غسل تکرار کرده می شود؟ نه، این لازم نیست. ولی اگر که از برای طهارت این نیت را کرده باشد از سر باید خود را یا که از سر باید طهارت بگیرد. اگر بعد غسل از جنابت از زن منی آب برآید آیا غسل برای تکرار واجب میگردد؟ نه، این برایش لازم و واجب نمیگردد. آیا غسل از جنابت در حوض یا که بحر جایز و روا میگردد؟ بله، اگر نیت پیشکی را داشته باشد که نیت محلش قلب است، غوطه زدن در آب را به خاطر پاکیزگی همچنین به خاطر طهارت امر جایز و روا میگردد. مردی که در جنابت است و تنها برای تازگی آب بازی کند آیا او از جنابت خلاصی می‌یابد؟ نه، باید غسل را تکرار نماید. زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده که هر عمل به نیت وابسته است. آیا جمع کردن چند غسل جایز است؟ بله جایز است، اشکال ندارد. یعنی انسان با همسر خود چند بار جمع می‌نماید پس غسل می‌نماید برای امر جایز و روا است. با سبب یعنی که با سبب‌های گوناگون اگر که جمع شود امر در این جایز و روا می‌گردد. یک غسل برایشان کفایه می‌نماید. اگر مشارکت علاقه به معنی باشد، به برآمدن معنی باشد آیا غسل جنابت واجب میگردد؟ اگر تنها تماس بیرون باشد به انزال، به برآمدن معنی و به داخل شوی که ایلاج میگویند در این حالت غسل واجب نمیگردد. اما اگر با برآمدن معنی باشد چی با داخل شدن که با داخل نشدن در این حالت غسل واجب میگردد. اما اگر داخل شوی ذکر اگر که صورت بگیرد در فرج برای هر دو غسل واجب میگردد اگر غله داخل شود. آیا زن میتواند در حالت جنابت خوراک پزد یا که با هم نشینان، با نزدیکان، با خانواده خود بنشیند؟ بله جایز و روا است. در این مسئله واسع است و رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده که مسلمان ناپاک نمیشود. و چگونه از جنابت غسل کردن لازم است؟ اولا نیت است. اگر آب بعد تمام بدن سپس ریخته شود کافی کفایه بسنده است. اگر سنت را بخواهد اول عضو شرمگاه خود را میشوید، سپس دستان خود را میشوید با صابون با چیز
بعد از طرف راست خود آب میگیرد، سپس طرف چپ خود آب میگیرد، سپس از طول سرش آب میریزد و سپس در آخر پایها شسته از غسل فارغ می شود. الله اعلم.